میخوام چیز خیلی باحال بگم و اون نه. اگر صبح که بیدار میشی به جای فکر و خیال هایی که خودکارن و بیفایده یه لحظه تو ذهنت بیاری که یه روز جدید، خدای شکر من میتونم یک روز جدید رو تجربه، یه فرصت جدید و هنوز نمردم، هنوز میتونم برگ درخت‌ها رو ببینم، هنوز میتونم حس کنم، هنوز میتونم موزیک گوش بدم. از همه کسایی که شب قبل با تو خوابیدن 1,000,000 نفرشون امروز بیدار نشدن، اونا حاضرن هرچی دارن بدن که الان جای تو باشن و همین چیزی که تو در موردش گله میکنی رو تجربه کن. واقعا متوجه زیبایی زندگی نیستیم، متوجه اهمیت اتفاقی که پیش رومونه نیستیم و خیلی دیر متوجهش میشیم. داری زندگی میکنی. به قول تیک نات هان میگه خبرهای بد و همه بهت میگن. خبرهای بد فقط کافیه تلویزیون روشن کنی، فقط کافیه اینستاگرام رو باز کنی، روزنامه رو بخونی، کافیه فقط سر تو بگردونی تا خبرهای بد رو ببینی. خبر خوب کسی بهت نمیگه. ما میخوام خبرهای خوب بهت بدیم. خبر خوب شماره 1، تو زنده ای. صدای ترانه‌ها میشه. یه بار دیگه میتونی لبخند بزنی، یه بار دیگه میتونی مدیتیشن کنی، یه بار دیگه میتونی یکی رو بغل کنی، یه بار دیگه میتونی به خودت خدمت کنی، به آدما خدمت کنی.